تا 2 روز برم همون دفعه آمدم تا 1 هفته برم خدا شده حالم بعد هیچ که نمیاد ویل کو اصلا ما کی صدا چی بود؟ ها؟ ما زور میزنی نه تکون نخورد. خب نه دیگه بذار دیگه صدا بدو نمیاد دیدم چی؟ یک بدو میکرد نشنیدم یک جیغ توری میاد یا جیغ سم. ریزه. می احساس کردم یک بدو کرد بعد چند روزی پیاده میشه. خب دوربین همینجا مثلا خش نکنه نمیدونم دوباره میاد. خود دارو ترمز بردار چراغ خاموش کن. چرا ما روشن میشه که بتونم فیلم بگیرم. دیگه بود داره. چشم دوربین باشه تو گوشی بهتر. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بخونیم یک آیه بخونیم تا قرآن خدا شاید موجود شیطانی بشه. دنیا چیه سمت خود بده پایین کن. پایین. خنده کجا شد؟ سنگی من یک جوری یک سنگینی داره تصادف میشه. من اینجا یک کم فهمیدم مثلا داستانش. من سرگیجه شدم برای سرم یک جوری گیج میره پس یه قرآن بخونه. بیا جلو دوربین رد شو. اگر حضور داری خودتو بیار تو تصویر. تو رو به جدت شیخ زعفر قسمت میدم.
تو رو به سلیمان نبی خودتون نشون بده. دست دارم. نه تو اصلا بدون میگم یک نشان کنم بایده ندارم اما نگوزم. آیا هیچ غریبه‌ای در این مکان نیست؟ قرآن بزنم واسه کنم به زد. نه برو دل ترپ میشیم تو. قرآن خودی بیشتر تو گوش میکنی خوب کرد. خب ما هم بوده میخوام دیگه. تو مقاله کی خودت نه ما میخوام جذب کنم. نگاه برو تو هر جا میگن آقا صدای قرآن صدای خنده. چشم به خدا چشم. بذار تو ماشین بشینه فعلا تو ماشین بشینه. تا نشو. بکنم تو شما واسه کارم. تو بشین با می دوربین رو. اگه پیاده شو نه مثلا حالت تبو گرفتم. مثلا گیش میاد خدا. بدونم چی میگی. مبرر اگه حالش بده بریم دیگه. نه اونجوری نه. ما هستم قرآن داره توکلش کنم قرآن میگه میگه که الان بکشه دیگه. بابا حال بدی بره چیز دیگه. او سنگینی او حالشه. اینجا از خودش نشون بده. یه صدایی یه علامتی. قصد ما آزار اذیت نیست فقط اومدیم یه کلیپ بگیریم. علامت بده. فیلم داره ضبط میشه. عجله نکنه تو رو خدا که اصلا چیز نکنه دیگه. اینقدر وقت گذاشته الان داریم کم کم به یک نتایجی میرسیم. شانس ما دیدیم یک چیزی تو دوربین ثبت شد حواس ما بی‌بری نشدم فدا سر شد. اگه کسی هست با یه صدا اعلام حضور کنه. یک دیگه گوش کنیم بعد. اگه کسی از اینجا اعلام حضور کنه. آیا جنی در اینجا حضور دارد؟ نامت چیست؟ اذیت نیومدیم. یه جوری وجود خودتو به ما ثابت کن. به ترس ندارم حالم بده برم. خبر تمام میشه. عجله فقط نکنیم برم. خواهشم. امید اگه برو تو. بسم الله الرحمن الرحیم. برش برو برو خود یک شب دیگه برو مشتی. برش کن. بابا ساکت باش نبریم نه. برو نه بدفازی نداریم ما. برو دیگه من گفتم برام تو جان نه تا دو روز برام فهمیدم تا یک هفته برام خدا شده حالم بعد هیچ که نمیاد. ول کو اصلا ما تو برو دیگه. برو دیگه اصلا